سرمای شهر تیومین روسیه مثل سوزن و استخوان‌های فرهاد می‌خلید. در اینجا، در شمال دور، زمستان 9 ماه دوام می‌کرد و آفتاب گویا فراموش کرده بود که چی طور گرمی دهد. فرهاد، مرد 30 ساله قوی جوسه که چهرهش از سرما و مهنت وزنین کمی کهنه به نظر می رسید، در بالای ساختمان بینای 20 آشیانه ایستاده بود. دستانش در داخل دستپوشک‌های قفس کرخت شده بودند، ولی او کار را قطع نمی کرد. هر یک خیشتی گذاشتهش، هر یک ستیل سمنتی که می کشید، در نظرش یک قدم نزدیکتر به سوی ملکه و فرزندانش بود. فرهاد، بس است، بیا یک پیاله چای نوشیم وگرنه یخ میکنی. صدا داد دوستش صالح از پایان. فرهاد آهسته از زیر پایه فرآمد. نفسش در هوا مثل دود سفید میپیچید. او به کنجی واگونچه کارگران نشسته، تلفنش را به دست گرفت. در اکران تلفن عکس ملکه و دخترچه خردکش عنایت میدرخشید. این عکس یگانه چیزی بود که به او در این بیابان یخ بسته قوه میبخشید. 5 سال شد صالح. پیچیر راست زد فرهاد وقت چای گرم را میخورد. 5 سال عمرم در این غربت گذشت، ولی میدانه پشیمان نیستم. دیروز ملکه عکس‌های خانه نو را فرستاد. دیوارهایش را الکی انداوه کردند. بهترین در و تیرزه ها را خریدم. میخواهم وقتی برمیگردم زن و فرزندم در قصر زندگی کنند. صالح با رحم به دوستش نگاه کرد. تو تمامی پولت را میفرستی فرهاد، حتی برای خودت لباس نو نمیخری. آیا ملکه این را قدر میکند؟ البته، با باوری جواب داد فرهاد. او زن با وفاست. ما از کودکی یکدیگر را دوست می داشتیم. هر شب 2 ساعت گپ میزنیم. او میگوید که به من خوابش نمیبرد. ملکه نه تنها زن، بلکه فرشته نگهبان من است. ولی فرهاد پی نمی برد که در این چند ماه آخر زنگ‌های ملکه کوتاه‌تر شده بودند. وقتی فرهاد درباره محبت گپ میزد، ملکه در حال گپ را به پول میگردانید. فرهاد، باز $10,000 لازم برای بام خانه، میگفت او. فرهاد، برای توی اپم تلاواری لازم. شرم میگارم در بین مردم. و فرهاد میفرستاد. او گمان میکرد که پول مهربانی را زیاد میکند. او در سیبیر در یک خوابگاه افلاس در بین 20 نفر خواب میرفت. مکران خشک میخورد، ولی برای ملکه هیچ چیز را دریغ نمی داشت. شب شد. فرهاد در بالای کت آهنی خود دراز کشیده به ملکه زنگ زد. تلفن صدا میداد، ولی کسی نمی برداشت. 1 بار، 2 بار، 3 بار. نهایت پس از زنگ دهم ملکه جواب داد. آوازش ناآرام و شتابکارانه بود. الو فرهاد، برای چی اینقدر زنگ میزنی؟ من خواب دیدم. ملکه جان، ساعت همگی 10 شب است در دوشنبه. چی شد؟ آواز دیگر خیل است. هیچ چیز، فقط سرم درد میکند. یوسف پسرشان هم کمی بیمار است. حالا خواب کرد، بیدار نمیکنم. تو کار خودت را کو، به ما خلل نرسان. پول را فرستادی؟ بله، صبح فرستادم. $5,000. خوب، گرفتم. مایلش، من خواب میکنم. خیر. تلفن خاموش شد. فرهاد به اکران نگاه کرده در دلش یک حس عجیبه را پیدا کرد. این حس شبهه نبود، بلکه یک خنوکی ناگهانی بود. ملکه حتی نپرسید که او چی حال دارد. نپرسید که آیا جراحت دستش که هفته پیش در ساختمان شده بود شفا یافته است یا نه. فرهاد به خود گفت وی خسته شده است. تنهایی، کودک، ساختمان خانه، این همه وزنین است. من باید زودتر برگردم. او هنوز نمیدانست که در این لحظه ملکه در همان خانه نوی که با پولهای فرهاد ساخته شده بود در سر میز پرناز و نعمت با مرد دیگر نشسته بود. مردی که خود را دوست عائله مینامید ولی در اصل مار بود. 1 ماه دیگر گذشت. زمستون شهر تیومین گویا قصد داشت که تمام موجودات زنده را یخ کناند. ولی در درون دل فرهاد سرمای حکم فرمان بود که از یخ سیبیر هم گذرا بود. آن گرمی که قبلان از صدای ملکه می گرفت اکنون به یک دردی پر اسرار تبدیل یافته بود. پیشتر آنها ساعتها توسط علاقه ویدیویی صحبت می کردند. ملکه با او پرده های نوی مهمونخانه را نشان می داد. با او مصلحت می کرد که برای حمام کدام نمودی کاشین کافل انتخاب کنند. یوسف جان را به نزدش می آورد تا با پدر گپ زند.
ولی هفته‌های آخر همه چیز تغییر یافت. ملیکه بیشتر کامرا را خاموش میکرد. فرهاد، باز تفتیش را سر نکن. با عصبانیت جواب داد او در یکی از شبها. تو در آنجا کار میکنی. من باشم در اینجا با دو کودک و پدر و مادری پیرت تنهایم. آیا تو میفهمی که من چقدر خسته میشوم؟ بس است، هر یک قدمی مرا زیر نظارت نگیر. فرهاد خاموش ماند. او در وگانچه تنگ ساختمانچیان نشسته با کفی دستهای کفیده‌اش که از سرما خون میچکیدند نگاه میکرد. میخواست بگوید که ملیکه، من تو را نظارت نمی کنم. من تنها یاد کردم. من 2 سال شد پسرم را ندیدم. من بوی مویهای تو را فراموش کردم. ولی تنها آهی سرد کشید و خلاص. ببخش ملیکه. من فقط خواستم بدانم که ساختمان گاراژ تمام شد یا نه. من برای دروازه‌های اتوماتی همان نوی نمیسه که خودت خواسته بودی پول فرستاده بودم. ها تمام شد. میلش، من رفتم. کودک‌ها گریه دارند. کوتاه جواب داد زن و تلفن را خاموش کرد. فرهاد دیر به اکران خاموش شده نگاه کرد. در همین لحظه همشاهیش سفر اکا که در اینجا آشپز بود وارد وگان شد. او دیری باز فرهاد را مشاهده می کرد. سفر اکا در پهلوی او نشست. پسرم، آهسته گفت سفر اکا، تو به این خاموشی از حد زیاد باور میکنی. بعضن خاموشی درونی تلفن از هر گونه داد و فریاد بلندتر است. آیا فکر نکردی که یک بار به خانه رفته سورپریز کنی؟ کار هست اکا، جواب داد فرهاد. شرطنامه تا ماه می است. اگر حاضر روم مکافات پولی را بونوس را نمیدهند. ما باید هنوز برای مهمانخانه میبل خریم. میبل را بعد هم خریدن ممکن. پیرمرد مستقیما به چشمانی او نگاه کرد. ولی آیله را در یک شب بای دادن ممکن است. به دلت گوش دهید نه به همیانت. آن شب فرهاد خواب نکرد. در بالای کت آهنی سخت پهلو به پهلو میگشت. در پیش چشمانش لحظه های عجیب پیدا میشدند. چرا وقتی که او دیر زنگ میزد در زمینه صدای محرکی ماشین می آمد؟ چرا ملیکه چلاواری های گرانبها می پوشید که او نخریده بود؟ او این فکرها را از خود دور میکرد. خود را رشک کننده و ترسو مینامید، ولی کرم شبهه الکی دلش را میخورد. صبح فرهاد تصمیم قطعی گرفت. نزد سرداری ساختمان رفت. ایوان پتروویچ، با من حساب و کتاب کنید. من میروم. تو دیوانه شدی؟ باز 2 ماه دیگر ماند. ابیکت را می سپارم. من به تو پول کلان وعده داده بودم. پول کاغذ است پتروویچ. من باید به خانه روم. حس میکنم که چیزی درست نیست. سردار بسیار جمع کرد، ولی جدیت چشمان فرهاد را دیده تسلیم شد. فرهاد تمامی پول جمع کرده اش را گرفت، تقریباً $15,000 نقد. او به ملیکه زنگ نزد، تنها چیپته خرید. تیومن، خوجند، دوشنبه. پیش از سفر فرهاد تمام روز در مغازه ها گشت. میخواست مثل یک شاه به خانه برگردد. برای ملیکه یک گردنبند طلایی با الماس خرید. 5 سال باز آرزوی خریدن این را داشت. برای پسرش کامپیوتری نو و برای دخترش یک کرته گلابی مثل ابر زیبا خرید. او تصور میکرد که چی طور در را با کلید خودش میکشاید. ملیکه از خرسندی داد میزند، گریه میکند و خود را با آغوش او میپرتاید. هواپیما در فرودگاه دوشنبه به زمین نشست. فرهاد به ترازه چسبیده بود. در پایان چراغ‌های شهر عزیزش درخشیدند. دل او چنان سخت میزد که گویا از قفس سینه‌اش بیرون میبراید. این شهر من، این هوای من، این خانه من، فکر میکرد. او از هواپیما فرآمد و هوای نمناک و بهاری تاجیکستان را با تمامی هستی نفس کشید. بعد از هوای منفی 30 درجه سیبیر، اینجا برای او جنت بود. ولی در دلش یک حسی سرد پیدا شد. فرهاد تاکسی را نگاه داشت. برادر، به طرف محله چارتوت نو ساختمان ها، گفت او براننده. او در آنجا حاضر خانه های با حشمت ساختن، گفت تاکسیست. خانه تو هم در آنجاست؟ بله.
5 سال با خون و عرق ساختمش. تاکسی آهسته از کوچه های شب گذشت. فرهاد به درختان شناس به بناهای نو نگاه میکرد. او از نزد طربخانه های میگذشت که نمیدانست در یکی از آنها عین زمان زنش با مرد دیگری نشسته است. مردی که فرهاد او را دوست نزدیکترین دوران کودکیش میدانست، پرویز. پرویز کسی بود که به ساختمان خانه فرهاد نظارت میکرد. پرویز کسی بود که به ملکه در خرید مصالح کمک میکرد. پرویز کسی بود که فرهاد به او از خودش بیشتر باور داشت. رسیدیم برادر، انا قصر تو، گفت تاکسیست و در نزد یک دیواری بلند و دروازه آهنی زیبا ایستاد. فرهاد از ماشین فرآمد. در روبروی او یک حوله دو آشیانه با حشبت می ایستاد. چراغ‌های حوله بسیار زیبا بودند. فرهاد فخر کرد. او توانست. او عائله‌اش را تأمین کرد. ولی ناگهان چشمش به نزدیک دروازه افتاد. در آنجا یک ماشین سیاهی تویوتا کامری می ایستاد. نو، تازه و جلودار. فرهاد ابروانش را چین کرد. او چنین ماشین نخریده بود. او می‌دانست که پدرش اوپل کهنه دارد و ملکه ماشین نمی‌راند. او به دروازه نزدیک شد. دروازه اندکی گشاده بود. در حوله خاموشی بود. تنها از تراسه آشیانه دوم صدای خنده پست می آمد. فرهاد بارخلطه‌هایش را در نزد دیوار گذاشت. نمی‌خواست که صدای چرخ‌های سمکش کسی را بیدار کند. او کلید خود را که 5 سال باز در گردنش مثل تومار میگشت برآورد. با دستان لرزان کلید را به سوراخی دروازه وارد کرد. تق! دروازه بی صدا گشوده شد. پرویز یک هفته پیش حلقه های در را خوب روغن کرده بود. فرهاد به حولی در آمد. دل او یک باره مثل یخ کرخت شد. در بالای سبزه ها یک جفت کفش مردانه می خوابید. قیمت‌بها و جلودار. این اندازه او نبود. در پهلویش یک قدح شراب ایستاده بود. او آهسته به نفس کشیدن از زینه پایه ها به آشیانه دوم به اونجایی که نوری ملایم و صدای موسیقی می آمد بالا شد. هر یک زینه‌ای که فرهاد بالا می رفت گویا زیر پایش می ترکید. وزنینی توفه‌ها در دستش، آن گردنبند الماسی و کامپیوتری نو اکنون مثل سنگ‌های گران بودند. او نفسش را در درون حبس کرده بود. در ذهنش فقط یک فکر چرخ می‌زد. شاید مهمان باشد. شاید دودری ملکه است. شاید کسی به خبرگیری پدرم آمده است. ولی کفش‌های گرانبهای نزد در و شرابی روی میز چیز دیگری را می‌گفتند. او به در خانه خواب رسید. در اندکی گشاده بود. از درون آن بوی عطری گرانبها و موسیقی ملایم خارجی می آمد. فرهاد با نوک انگشتانش در را اندکی بیشتر تله داد. آن چیزی که او دید دنیایش را چپه کرد. در روی کتی کلان 2 نفره که فرهاد پول آن را با عذابهای سیبیر فرستاده بود، ملکه نشسته بود. او کرته حریری سرخ داشت. کرته‌ای که فرهاد هیچگاه ندیده بود. در پهلویش پرویز نشسته با خنده مستانه مویهای او را نوازش میکرد. پرویز جان میگفت ملکه با آوازی که فرهاد هیچگاه از او نشنیده بود. کی این خانه را پورا به نام من میکنی؟ فرهاد ساده فکر میکند که من تا حال در انتظار اوام. وای در آن خنوکی ها مثل غلام کار میکند. ما باشه در اینجا کیف میکنیم. پرویز قدای شراب رو به لبان ملکه نزدیک کرد و با تحقیر خندید. پروا نکن جانم. او هنوز 3 ماه دیگر شرطنامه دارد. تا آن وقت ما حجتها را تخت میکنیم. بگذار وی در برفها عرق ریزد. پولی مادری طفلش را فرستد. او یک عمر برای ما خدمتگار بود و خدمتگار میماند. در این لحظه فرهاد حس کرد که گویا کسی خنجر یخبسته را به پشتش زد و آن را آهسته تا دلش کشید. تمامی زحمت‌های 5 ساله، شب‌های بیخوابی در وگان‌های خنک، دست‌های کفیده، گرسنگی و آرزوها همه در یک ثانیه خاکستر شدند.
او به دستانش نگاه کرد. دستانی که این خانه را ساختند. اکنون این دستان می‌لرزیدند، ولی نه از خنکی بلکه از غضبی بیکنار. تحفه ها از دستش افتیدن. صدای کنده شدن قوطی کامپیوتر و جرنگاس تیلاواری خاموشی را شکست. ملیکه و پرویز مثل کسی که برق زده باشد از جای پریدند. چهره ملیکه در یک ثانیه از سرخی به سفیدی دیوار تبدیل یافت. پرویز باشد کوشش کرد که لباسهایش را جمع کند، ولی دستانش پیچ می‌خوردند. فرهاد با آوازی لرزان پیچی راست زد ملیکه. تو در اینجا چی کار میکنی؟ تو باید در روسیه می بودی. فرهاد سخن نمی گفت. او فقط به آنها نگاه می کرد. چشمانش مثل گرگی زخمی سرخ شده بودند. او قدم به پیش گذاشت. پرویز از ترس خود را در پس ملیکه پنهان کرد. دوست، نهایت صدای فرهاد برآمد. این صدا با آواز آدم مانند نبود. آن مثل غرش رعد در کوهسار بود. من به تو باور کرده بودم پرویز. من به تو ناموسم را سپرده بودم. فرهاد گوش کن، این آن چیزی نیست که تو فکر میکنی. داد زد پرویز. ما درباره ساختمان گپ میزدیم. فرهاد به نزد میز آمد و قده شراب را گرفته به دیوار زد. شیشه ریزه ها به هر طرف پخش شدند. درباره ساختمان، در نیمه شب، در خانه خواب من. ملیکه به گریه سر کرد، ولی این گریه پشیمانی نبود. این گریه ترس بود. فرهاد، مرا ببخش. من تنها بودم. من خسته شدم. تو 5 سال نبودی. فرهاد به زنش نگاه کرد و در یک لحظه فهمید که این زنی که در روبرویش ایستاده است، آن ملیکه مهربانی او نیست. این یک بیگانه است. من برای تو در یخا خواب می رفتم ملیکه. من برای تو یک تینی خودم را صرف نمی کردم. این از جواب تو؟ پرویز دید که فرهاد به او نزدیک می شود و از ترس به بیرون گریختنی شد. ولی فرهاد او را از گلویش گرفت. قوه 5 ساله مهنت ساختمان در دستهای فرهاد جمع شده بود. او پرویز را مثل یک کودک به هوا برداشت. بزن، مرا بکوش، فریاد زد پرویز. ولی تو به زندان می روی. خانه باشد به ملیکه می ماند. تو هیچ چیز نداری. فرهاد دستش را سست کرد. او فهمید که پرویز او را به دام کشیدنی است. اگر او حاضر آنها را بکشد، عمرش در زندان میگذرد و این خیانتکاران به مقصد خود میرسند. فرهاد پرویز را به فرش پرتافت. کشتن برای شما کم است، گفت او با آوازی سردی که از هر گونه داد بلندتر بود. من شما را نمی کشم. من شما را زنده به خاک می سپارم. از همین ثانیه سر کرده شما هر روز آرزوی مرگ خواهید کرد. فرهاد به عقب گشت و از خانه برآمد. ملیکه در پس او فریاد میزد، ولی فرهاد دیگر نمیشنید. او به حولیه برآمد، به ماشین تیوکه پرویز نگاه کرد و تلفن خود را برآورد. او به رقم سفرک که در سیبیر مانده بود زنگ نزد. او به رقم یک ادوکت شناسش که در مقامات کار میکرد زنگ زد. الو کریم، این فرهاده. من در دوشنبه هستم. به من کمک لازم. ما باید یک نقشه توزیع‌کنی را آغاز کنیم. همه اون حجت هایی که من به تو فرستاده بودم وقتی استفاده بری آنها رسید. فرهاد در نزد دروازه ایستاده به قصر ساختش نگاه کرد. او میدانست که امشب آخرین شب است که ملیکه و پرویز در اینجا با تبسم خواب میکنند. فردا بازی نو آغاز می شود. فرهاد از دروازه حولی خودش بیرون شد. او دیگر آن مرد خسته ساختمانچی نبود که 1 ساعت پیش با بارخلطه‌های وزنین آمده بود. غضب او را به یک آدمی دیگر تبدیل داده بود. سرد، هوشیار و بی‌رحم. او می‌دانست که اگر حاضر دست به گریبان پرویز می‌زد، قانون او را گناهکار می‌کرد. اما فرهاد در سیبیر نه تنها خش چیدن، بلکه صبر کردن و فکر کردن را نیز آموخته بود. او در کنار روح ایستاده به تاکسی اولین اشاره کرد. مرکز، به نزد بینای وکده، گفت فرهاد با آوازی که گویا از سنگ یخباسته می برآمد. در درون تاکسی او تلفنش را برآورده به یک جزدوانی مخفی کلاود، پهنایی مجازی، وارد شد.
فرهاد ساده نبود. در دوام 5 سال وقتی که او به پرویز پول میفرستاد، همیشه نسخه چک بانک‌ها و ثبت زنگ‌های تلفن را نگاه می‌داشت. بیشتر از این، او یک سری کلان داشت. کریم، دوست کودکی دیگری او که حالا ادوکات سطح بلند بود، قبلاً به او مصلحت داده بود که تمامی حجت‌های ساختمان و زمین را تنها به نام خودش و پدرش ثبت کند، نه به نام زنش. ملکه فکر میکرد که صاحب خانه است، ولی او تنها در خیال صاحب بود. کریم در دفتر کاریش صرف نظر از دیر بودن وقت فرهاد را منتظر بود. وقتی فرهاد وارد شد، کریم به چهره دوستش نگاه کرده همه چیز را فهمید. دیدی؟ کوتاه پرسید کریم. دیدم، جواب داد فرهاد و در کرسی نشست. آنها فکر میکنند که من 3 ماه دیگر در روسیه هستم. آنها نقشه دارند که خانه را به نام ملکه گذرانده بعد فروشند و گریزند. کریم تبسم تلخی کرد. این امکان ناپذیر است فرهاد. تمامی وکالتنامه‌هایی که تو از روسیه به پرویز فرستاده بودی، من دیروز توسط نتاریوس بیکار کردم. او دیگر حتی حقوقی یک خیشت را از آن حولی گرفتن را ندارد. اما این قسمی خردی کار است. من چیزی جالبتر یافتم. کریم یک پاپکه را در پیش فرهاد گذاشت. پرویز پولی فرستاده تو را نه تنها برای خانه، بلکه برای تجارت خودش و خریدن آن تویوتای سیاه استفاده برده است. این معنای آن را می دهد که او مبلغ‌های تو را دزدیده است. این جنایت وزنین است. و باز یک چیز، ملکه در مغازه پرویز همچون مغاصب یعنی بوگالتر کار می کند. آنها یک جایه حجت‌های قلبکی را امضا کردند. فرهاد به حجت‌ها نگاه کرد. در دلش نفرت نسبت به زنی که مادر فرزندانش بود می جوشید. من نمیخواهم آنها را تنها به زندان فرستم، کریم. من میخواهم که آنها هر یک سامان مرا که با عرق جبین در سیبیر یافتم با خون و اشک پس گردانند. من میخواهم آنها را در بین مردم شرمنده کنم. پس گوش کن، گفت کریم و به نقشه کشیدن شروع کرد. پگاه روزی شنبه است. ملکه و پرویز نقشه دارند که در ترابخانه راحت یک ضیافت خصوصی برپا کنند. گویا برای جشن 10 سالگی شناسایی پرویز با شریکان تجارتی. در اصل این جشن آغاز زندگی نوی آنهاست. آنها فکر میکنند که تو نیستی. فرهاد مشتش رو سخت فشرد. من در آنجا میشوم، ولی نه همچون مهمان. من همچون صاحب ملک میروم. شب دوام میکرد. فرهاد در خانه اجاره‌ای که کریم برایش یافته بود تا سحر میجه ته نکرد. او به عکس‌های فرزندانش نگاه میکرد. دردی بزرگترینش این بود: کودکان در دست این زنی خیانتکار چگونه تربیه می‌یابند؟ او قسم خورد که یوسف جان و آیت را از این بطلاق بیرون میکشد. صبح دمید. فرهاد به مغازه لباس‌های مردانه رفت. او کاستیومی گرانبهاترین سیاه را خرید که قامت بلند او را باز هم شکوهمندتر نشان میداد. او مویهای خود را ترتیب داد، ریشش را تراشید. در آینه دیگر آن کارگری عادی نبود. در آینه یک شیر می ایستاد که برای حمایه ناموسش آماده بود. ساعت 19:00. طربخانه راحت با چراغ‌های درخشان و موسیقی زنده مهمانان را قبول می‌کرد. پرویز در سر میزی کلان در احاطه دوستان ساخته و شریکان تجارتی نشسته بود. ملکه در پهلویش با کرته طلا رنگ مثل ملکه حقیقی تبسم می‌کرد. آنها نوشاکی‌های قیمت‌بها می‌خوردند و نقشه می‌کشیدند که چطور فردا باقی مانده پول فرهاد را از خود می‌کنند. ناگهان موسیقی خاموش شد. درهای تالور با شدت گشاده شدند. همه مهمانان به سوی در نگاه کردند. در اونجا فرهاد می ایستاد. در پهلویش 2 نفر کارمند ملیسه در لباسی ملکی و ادوکات کریم با یک پپکه غفص. چهره پرویز در 1 ثانیه کبود شد. قده شراب از دست ملکه افتیده در روی فرش مرمری نخت و صدای شکستنش در تمامی تالور صدا داد. فرهاد آهسته با قدم‌های وزنین به نزد میز آنها آمد.
هر یک قدم او مثل صدای ساعت قیامت بود. او مستقیما به چشمان پرویز نگاه کرد. ضیافت خوب گذشته ایستاده است دوستم؟ پرسید فرهاد با آوازی که همه مهمانان را به لرزه آورد. ولی یک چیز را فراموش کردی. حساب را کی می سپارد؟ ملکه کوشش کرد که از جای خیزد و چیزی بگوید، ولی صدایش در گلویش درماند. فرهاد، این تنها یک واخوری کوری است. خاموش شو، فریاد زد فرهاد و پپقه حجتها را بروی میز در بین طعامها پرتافت. این حجتها نشان می‌دهند که تمامی پول این ضیافت، آن ماشینی در بیرون ایستاده و حتی آن لباسی که در تن داری با پول دزدیده شده من خریده شده است. در تالار پچر مهمانان بلند شد. پرویز کوشش کرد که گریزد، ولی کارمندان ملیسا راهی او را بستند. پرویز احمدوف، شما برای دزدی مبلغ‌های کلان و قلابی دستگیر می‌شوید، گفت یکی از کارگران مقامات. ولی این تنها اولی کار بود. فرهاد به نزد ملکه آمد و به گوشش پیچی راست زد. خانه الکه قفل شده است. کودکان در نزد مادری من هستند. تو دیگر به آن حولی قدم نمیمانی. امشب تو در کوچه میخوابی. همان طوری که مرا در کوچه های سیبیر بی خانه و در کردی. در تالار طربخانه راحت گویا وقت ایستاده بود. مهمانانی که تا چند دقیقه پیش پرویز را همچون صاحب کار موفق تعریف می‌کردند، اکنون با نفرت و حیرت به او می‌نگریستند. پرویز که همیشه با غرور قدم می‌زد، اکنون در زیر نگاه فرهاد خرد شده مثل یک موشی ترسیده به نظر می‌رسید. فرهاد، بیا گپ زنیم، ما دوست بودیم کو، با آوازی لرزان گفت پرویز وقتی که کارمندان ملیسا دستهای آرا به عقیب گردانده دستبند می زدند. فرهاد به نزد او یک قدم ماند تا که نفسش بروی پرویز رسد. دوستی؟ تو میدان دوستی چیست؟ دوستی آن بود که من در سیبیر در حرارت 40 درجه خنک وقتی که انگشتان دستم از سرما کرخت شده بودند به تو باور کرده پول می فرستادم. من فکر می کردم که تو پشتیبانی عائله من هستی، ولی تو دزد بودی. تو نه تنها پول مرا، تو ناموس مرا دزدیدی و برای این تو با تمام داراییت جواب می دهی. پرویز را از تالار بیرون بردند. او را ماشین سیاه خودش، همان تویوتایی که با پول حلال فرهاد خریده شده بود، به شعبه کارهای داخلی برد. ولی این دفعه او نه در کرسی راننده بلکه در کرسی قفا همچون جنایتکار می نشست. ملکه در کنج تالار می لرزید. او کوشش کرد که به دامن فرهاد چسبد. فرهاد جان، مرا نپرتا. من خطا کردم. مرا پرویز فریب داد. او گفت که تو دیگر بر نمی گردی. او مرا مجبور کرد. فرهاد با نفرت دستش را کشیده گرفت. دروغ نگو. من همه ثبت‌های تلفنی تو را دارم. من میدانم که تو چطور با اون نقشه میکشیدی که مرا بومش کنی. تو مادر فرزندان من هستی و این یگانه چیزی است که حالا تو را از زندان نجات میدهد، ولی از این ثانیه تو برای من مرده ای. فرهاد از جیبش یک کلیدی دیگر را برآورده بروی میز پرتافت. این کلیدی خانه کهنه مادرت است. من تمامی لباسهای تو را در خلطه ها جمع کرده با آنجا فرستادم. دیگر به حولی من قدم نمان. دعوای طلاق و گرفتن فرزندان الکی به سود سپرده شد. ادوکات کریم اثبات میکند که تو حقوق تربیه فرزندان مرا نداری. ملکه با فریاد بلند بروی فرش افتاد. ولی فرهاد حتی به عقب نگاه نکرد. او از طربخانه برآمد و با آسمان صاف دوشنبه نگاه کرد. هوای تازه شب شوشهای او را پر کرد. او حس کرد که یک بار وزنین 5 ساله از کتفهانش افتاد. 3 ماه گذشت. بهار تاجیکستان در اوج بود. درختان زردالو گل کرده، بوی خوش آنها تمامی محله چارتوت را فرا گرفته بود. فرهاد در حوله کلان خود که با مهنت حلالش ساخته بود، نشسته بود.
سود همه چیز را بجایش گذاشت. پرویز برای قلابی و دزدی مبلغ‌های کلان به 8 سال زندان محکوم شد. تمامی مال و ملک او، از جمله ماشین و مغازش، برای رویانیدن ضرر فرهاد مصادره گردید. ملیکه باشد با شرمندگی به خانه مادرش برگشت و کودکان با قرار سود در نزد پدر ماندند. فرهاد دیگر به روسیه برنگشت. با پولی که از پرویز رویانیده شد و با تجربه بزرگ ساختمانی که در سیبیر اندوخته بود، او شرکت ساختمانی خود را با نام امید نو تأسیس داد. حالا او نه همچون مرد کار، بلکه همچون مهندس و صاحب کار خانه‌های زیبا و مستحکم می ساخت. در حولی صدای خنده یوسف جان و آیت بلند شد. آنها در روی سبزها با توپ بازی می کردند. مادری فرهاد از آشخانه با طبق گرمی آش پلاو برآمد. فرهاد جان، بچه ام، بیا آش خور، گفت مادر با تبسم. خدا را شکر که باز هم آمان یک جای هستیم. فرهاد به چهره نورانی مادرش و کودکان خوشبختش نگاه کرده فهمید که ثروت حقیقی نه خانه با حشمت و نه ماشین قیمت بهاست. ثروت حقیقی این ناموسی پاک، عائله سالم و وجدانی آرام است. او به دستهای خود نگاه کرد. ازهای سرمای سیبیر هنوز هم در پوستش دیده می شدند، ولی این ازها اکنون برای او نشان مردی و ایستادگری بودند. او می دانست که هر کسی با فریب بینا می سازد، آن بینا روزی فرو می رود، ولی آن چیزی که با حقیقت و مهنت ساخته شده است جاویدان خواهد ماند. فرهاد یوسف جان را به آغوش گرفت و آهسته گفت: پسرم، هیچگاه از مشکلی نترس. مهمش آن است که همیشه مرد بیمانی. آفتاب بهاری آهسته در پس کوههای حصار غروب می کرد و در این حولی اکنون نه بوی خیانت بلکه بوی زندگی نو و درخشان حکم فرما بود.